یک سرود دیگر میخونم همین در همین نفس. چی سرود رفتیم یک سرود دیگر بگذار کدام سروده که با گروه ایجادی بیشتر معقول است. آمادگی میبینیم. تشکری زیاد در حقیقت جانگیر رو ما خسته شده جانگیر نه؟ نه اما خوب در است. فکر اون هستم که در پخش ما صدای ما چگونه برآمده ایستاده است، مردم ما رو چگونه میشنویده باشند. صدای ما خوب است. صدای ما فکر میکنم که از چند طرف متخصصان
کنترل کرده ایستادن خوب است و ما اگر که یگان خطاگی تکنیکی هم باشد البته که اصلاح میکنیم خطاگی تکنیکی هم باشد در برنامه بعدی کوشش میکنیم که از این خطاگی تکنیکی را برطرف چون برنامه اول از فکر میکنم بخشنده است. بله چون شما گفتید که در همه برنامه شما در ما میسنجند. بله همین سرتراش رو از ما میآموزند در ما همین طور نیست. شما پیشتر حیات اویلوی خود را بسیار یعنی که میپروندید نشان نمیدادید و 2 سال اخیر من اهمیت میدم که حیات اویلوی خود را کشاده بدونید. چند فرزند دارید؟ با فرزندانتون در شبکه اجتماعی هستید. سبب در چی بود؟ من نصیحتی خوب کردم که چگونه شد؟ نه راستی هر باری که سالهای پیش فرزندایم رو در سامانه‌های اجتماعی نشان میدادم با مردم، همون نمیدونم از کدام سبب باشد در بیمار میشدن، کسل میشدن، مریض میشدن. و همین خاطر یک چند مدت بود که چی میگن همین کارو رو بس کردم که برای سلامتی فرزندا. اما گویم من یگان وقت نیکیم صورتهای همسرم رو یا یگان نوار رو همراه همسرم من نگفتم توضیح نه همسرتون رو من نگفتم اما میگم که همین حیات اویلوی حیات کودک‌ها الان کلان شدن. بله کودک‌ها کلان شدن. بله شیرین‌تر شدن، چشم که کمتر هستن. و همین خاطر شما همیشه باور دارید؟ بله چشم حق است. حق است میرسه. برش دست که در یگان تو شما کردم و شما بسیار ناراحت شد نتوانستیم خوندن. نتوانستیم خوندن. نه ما شکر خدا خیلی میخونیم. خود ما شوف میکنیم. راستی گپ میشود که آدم بسیار چی بگم با شما خسته میبرد با صحنه، هر چند که اول هیچ کاری نکرده است، هیچ کاری رو به انجام نرسانده است، میبرد الکی خسته، تبسم در لب نیست، رنگ زیر خیلی برای بعضی اولاد نمیدونم از کدوم سبب شد. میشه هم خیلی اوری مثلا بله بعضی توی هست که الکی از در آمدن خیلی شما هم سالهای پیش بسیار در توی خدمت میکردید. بعضی توی الکی ما میفهمیم که در کدام سطح میگذرد از در آمدن داماد و عروس، از همون استقبال بله مثلا از استقبال داماد و عروس الکی معلوم میشه توی چگونه توی است. سالهای پیش مردم بسیار تشنه توی بودن. من از توی شهر زیادتر توی دهات با من پسند است به همین خاطر زیاد مردم انتظار توی بودن، انتظار یک خرسندی بودن. میرفتی که اما انتظار است که رقص کند، انتظار است که اما خرسندی کند. باز شکر خدا انا تینجی و امانی هر روز توی خرسندی از مردم کمتر فکر میکنم سیر شده. اگر در کوهستان هم خلاص کنه کوهستان با احساس گرم و مهر و محبت دیگر است. یعنی که به هنرمند چقدر احساس دارن. اونا دیر شاید میبینن هنرمندایی که دوست میدارن. در پایتخت باشد خیلی است زیادتر در طرفخانه ها هستیم. انا توی ها زیاد هستن، یک گیلو تست میبینیم. شاید از همین خاطر باشد. شاید باشد. و یک سوال دیگر میتونم یک سوال میتونم یک سوال دیگر یک سوال دیگر یگان اصلا موسیقی نواخته میتونید شما کنسرواتوار خوندید نه؟ کنسرواتوری رو یک سال خوندم. بعد از اون با خارج کردن با دانشکده سند داخل شدم. اونجا پیروات کردیم اونجا رفتم گزارش کردم. بله گزارش کردم اونجا. اوزیل باشد در کورس پنجم هستم. میخونید در کدام فاکولته؟ بازخوانی استرادی. بازخوانی استرادی وای بونا بگذار باشد برای معلومات دویم من است. من میدونم معلومات یکم شما خوششناسی است و هستن رفیقانی که این حال مثلا در مقامات قدرتی کار میکنن. زیاد از امپرسان من علاقه در سوق پرکتاتور برای اون پسند است که شما باید رفته مثلا برای اون پسند است که شما زندگی شخصی من است. نه مثلا میدونی چگونه است وقتی که ما دانشگاه ملی رو تمام کردیم من فکر تاریخ تمام کردم از میگم 50 60 درصد 50 60 درصد همکورسان من یعنی که معلم هستن در دانشگاه و دیگر و یا وقتی که میبینم که من در سوی میدیا هستم برای من میگم که
بهتر کردی که اینجا رو انتخاب کردی. میدونی برای چی؟ در میون من با شما صحبت کردم. این چیزا خرسندی من است، می‌دونستم. خوشبختی است. من میدونستم. مشکلات کمتر است به فکر من. و همون راه نرفتم به خاطری که در مقامات کار کردن بسیار دشوار است. بسیار انسان عصبی میشه، بسیار عصبی آهنی در کار است. برای هر یک مرد در یا زن در مقامات کار کردن، خود در پروکراتور، خود در سود، خود در میلیسیا باشد، چون که اونها اگر نباشند ما آرام زندگی کردن نمیتونیم. بله. هستند حالتایی که مثال همون آدم گناه کردگی است، اما زن و فرزندش میبینی، پدر و مادرش میبینی، بسیار غمگین میشوی، اما باید در نزد قانون جواب گوید. انا دل من بسیار گفتی گپان نازک است. در این حالت یک وقت رنگ هم لحظه گورو نشه که کلوشاش در پیش من نگیره کنه اوی همین جمعیت دیده است از من میبیام و همین خودی ما کمتر برای سند رفتیم. این روی که همسانی من انتخاب کردن دشوارتر، سند هم دشوارتر است، اما من میخوام زیاد خرسندی به انجام بیارم و زیاد میخوام خرسندی رو روی کار بیارم، با خرسندانه زندگی کنم. بهترین جان ما از سوالی که گفتیم که یگام اسباب موسیقی نواخته میتونیم بعد دیگه سوال گذاشتیم. بیا چی می‌نوازی؟ کم گیتار هم می‌نوازم. گیتار می‌نوازی؟ بله. بید از جاش نخیزونه. من باور کردم. خیلی بید. نه خیلی باور کرد. نه می‌نوازی. صدای گیتار هم میبره؟ بله میبره. من افیلو گرام کردم. میکروفونی گیتار. یک چور میسرم میخونم. آها. ما پروفسیونالی نمی‌نوازم. نه حبیب باشد بگذار باشد. شهزاد شما میکروفون رو برای خواهش میکنیم که میکروفون آدمو کمک کنه. ها میکروفون رو شهزاد جون هم میخواه که آدم شعری چی میخونه جناب شعری چی؟ چکی باران نه چکی باران نه. روان شدن چار جوان هر چار گرفتن کمان نما شدن پر ارمان یا روان شدن چار جوان هر چار گرفتن کمان نما شدن پر ارمان شهزاد جون گیتار نو خریده است. گیتارم میخیجد از این تنه من میخیجدم خفیده میمونم بیاید یک دوسته سوال دیگر با جهانگیر میتیم بعداً دوسته سوال دیگر با جهانگیر میتیم بعداً ما برنامه رو جمع‌بست میکنیم. شما معرکت دارید معرکه جدید دارید. دوستان ارجمند برنامه زد لایف است روی موج 103 FM از رادیو زد FM و مهمانی ما هستند یکی از رفیقان یکی از دوستان یکی از نفرانی که گفتی خودشان همه برنامه‌های زنده رادیویی رو از اون کس آغاز میکنن سرپرست رو از اون کس آغاز میکنن. جهانگیر ظریف جهانگیر من با شما تشکر میگم. در سال نوی 2020 اون سال 2024 با شما چگونه سال بود؟ شکر خدا سال 2024 برای بسیار یک سال باقرار بود، بسیار یک سال پرقرار بود و بسیار شکرگزارم هستم و آرزو دارم که 2025 باز اون نقشه‌ای که در سال 2024 داشتیم عملی نگشتن در سال 2025 عملی گردم. یعنی که شما نقشه‌هاتون آرزوهایتون رو نمیگویید که چشم میرسد؟ نه پیش از پرده چنگ انداختن در کار نیست. چگونه یگان کنسرت میمونه؟ اکر رستیگه چند سال شد آرزوی کنسرت مونی داریم. من میخوام کنسرت زنده مونم با آواز زنده کنسرت مونم. به همین خاطر من تا کنسرت خود رو یک کار گذاشته نیستم. انا فکر میکنم با نوازنده یک
маслиҳати хуб кунем, сарфарастии хуб биёрем, албатта ки як консерти хубу хотирмон пешкаши мухлисон мегардонем. як шоу барнома консерт мони як чизи зур мони ки мардуми омадагӣ ҳаловат баранд аз он. خیلی ما میدونیم ممکن که شنوندگان نمیدونن مخلصان نمیدونن که از کنسرتو اصلا از همین شبای ایجادی هنرمندان پول کار نمیکنن از اون البته که مبلغ زیاد اونجا خرج میشه برای اون که مثلا با شنونده و بیننده خود پسند باید که ما خود را قربانی کنیم همینطور قربانی سند باشه برای چی از همین 4 نفری که شما در خانه‌تون هستن از اویلتون یک شما رو سند انتخاب کنید اکنون سوال با هم دادن در کار است من نمیدونم از کدام خاطر میخونن یا همراه شما میخونن از خوردی نه از خوردی زیادتر با ما با پدر بودید شما من با پدر توی معرکه میرفتم اون وقت تنظیم نبود تا سر بیدار بودیم روزایی که بودم پدر از سر اوشنار میرفتم و اوشنار ساعت 5 سر آغاز میافت بعد اوشیزانو چند نمود معرکه بود زیاد میرفتیم میومدیم در مکتب در باغچه همراه ما زیاد سرودخوانی میکردن حرکت میکردن که هوسمند کنم از برمی شاید از همین سبب نه در خانه مثلا میشه وقتی پدر میخونن شما در برشون دیگه فرزندان میخونن حوض یا نه دیگر فرزندان نمیخوندن حوض هم زمزمه نمیکنن من فقط چی کسب میکنم هستم من دو اپا دارم و خونشین هستم یک برادر دارم او در شهر ورشاو تحصیل میکنه و دوست نزدیک بیاد در کدام رشته تحصیل میکنه دیپلمات بهترین خیلی ما امید داریم که در سال 2025 نقشه های شما عملی میگردد و ما کوشش میکنیم که در سال 2025 در برنامه‌های زد لایف بار دیگر شما رو دعوت کنیم پس از کنسرت شما یعنی که یک کنسرت دیگر اینجا برگزار میکنیم و با گروه ایجادی با همه بچه‌ها با شهزاد که اهل دین که جورا بیگ با شعباز جان و دوستان من تشکر میگم که دعوت ما رو پذیرفتن و برنامه زد لایف آمدن از همه شما یک بار دیگر تشکر میکنم و سرودی نوبتی که پیشنهاد میکنید این سرود چی است پیش از خیر خوش من میخواستم که شما یک دو سخنی برای مخلصان بگویید و سرود نوبتی خود رو پیشنهاد کنید آرزو دارم که همه وقت همدیارانی ما خرسند و خوشحال باشند غم و دل از دلشان بیرون باشد غم و درد از دلشان بیرون باشد بگذار همه وقت در سرزمین عزیز ما تینجی و امانی باشد چگونه که از همین استودیوی مرکزی زدفم میبینیم شهر زیبا و چراغ‌ها روشن پارک‌های نو به نو روز به روز زیاد باشد ما باشیم همدیارو باشد توی خرسندی باشد تشکر زیاد جهانگیر ظریف بودن دوستان ارجمند این شام مهمان برنامه ما و در حقیقت یک صحبت ما آزاد داشتیم صحبت زیبا با زبان تاجیکی خیلی شیوا گفرا گپ زدن من با جهانگیر رفیقی دارم بار یکم میشنوم که جهانگیر چنین شیوا و زیبا حرف میزند و بگذار باشد که سخنهایش ایجادیاتش موسیقیش همش زیبا باشد و برای همه اون زیباها بخونند مرحبا جهانگیر ظریفov دوستان ارجمند بار دیگر شما و خیر شادی باشد برای شما استراحت و فراغت را تمنا دارم رفتیم Just
گوش کردم در دور بخت